قصه شب. در یک خیابون یک مرد میان سالی جلومو گرفت. گفت آقا ببخشید، مادر من توی این آسایشگاه روبرو نگهداری میشه. من روم نمیشه چشم تو چشمش بشم چون زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا. این امانتی رو اگه از قول من بهش بدید خیلی لطف کردید. دلم سوخت. قبول کردم. کلی هم نصیحتش کردم که مادرت بابا، و اونم ابراز پشیمونی کرد و رفتم داخل آسایشگاه. پیرزن رو پیدا کردم و گفتم این امانتی مال شماست. گفت حامد پسرم تویی؟ گفتم نه مادر. دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر. دلم نیومد این سری بگم نه. گفتم آره. پیرزن داد زد میدونستم منو تنها نمیذاری.